سلام دوستان، به این ویدیو خوش آمدید. ویندوز آرزو هممونه و من میخوام امروز واسه آموزش بدم چجوری ویندوز 11 اگر لپتاپ رو ساپورتش نمیکنه بدون اینکه نصبش بکنید واسه کامپیوترتون تقریبا شبیهش کنید. دوستان من خودم کلا از قبلا یه پوشی آماده کردم و بعد این ویدیو میذارمش تو مدیا فایر. حالا آخر واسه شروع چی الان شروع شد دوستان. اول اصلا برید اینجا وال پیپر بزنید، ویندوز 11 وال پیپر هست اینجا و اینجا ویندوز 11 استاک وال پیپرش رو ست تار. این تستکار ویندوز 11 گرده اما گردم نیست، یعنی واقعیت توهمه که میگی گرده اما من ریختمش. خودت هم رو بریز به چجوری میشه گردش کرده. اما حالا کلاسیک شد با راوند تیبی رو دانلودش نکنید، خوب نیست. یعنی گفتم خوب نیست یعنی مثلا بده، یعنی خودتون میرید از الانی دوستان میام تغییرش بدم. راوند تیبی هم میزنم پاکش میکنم، الان کلاسیک شلم پاک میکنم. الان واسه تون داداش میام واسه تون گرازه. من خودم این فایلات رو از قبلا دارم چون همشون خود اینا رو باید برید از اینترنت دانلود کنید. البته درسته من دارم یه ذره کاری بد میکنم، یعنی میکنم تو سایت خودم، اما خب واسه اینکه کار شما راحت تر باشه من این کار کردم. خب میام این یکی رو اینجاش کپی میکنم دیگه. چیزی بیاریم من الان یکم اسمش رو تغییر میدم. حالا دوست اول اصلا که این کار کردید بعد برید استارت رو بزنید. اوپسی من 100% مرحله رو قبل از شما رفتم اما به اشکال نداره. بیاید اول اینجا بنویسید create restart point config turn on و این یکی هم نیاز نیست تغییرش بدید. apply ok create windows 11 create چند لحظه صبر کنید تا بسازدش. حالا اینجا سیستم ریستور بزنید next. کدوم جدید تر ساختم یکی رو دیلتش. اوپسی. حالا من 2 تا این ویندوز 11 ساختم، ببخشید دیگه کارم که نیکس رو دوباره نزد. حالا اینجا رو اگه خدا نکرده اگر مشکل پیش اومد مجبور نشید ویندوزتون از نو نصب کنید چون احتمال داره مشکل پیش بیاد. حالا اما خطرش 0. هفت TSP اینجا باز کنید. حالا اینجا اد کاستوم پک و اینجا یه چیز میبینید ویندوز 11 دیفالت آیکون پک 7 TSP 3 یکی رو انتخاب کنید و اوپن. حالا اینجا start patching رو بزنید و آیکوناتون میرسه به ویندوز 11. این استارت 11 رو نصب کنید. بعدش که نصبش کرده من از قبلا همه این کار رو کردم اما اشکال نداره دوباره بکنیمش هم اشکال نداره. اینجاست ویندوز 7 استایل
که این شکلیه درش بیارید و بکنیدش ویندوز 11 استایل. دوباره بیاید استارت باتن رو بزنید، پیک ایمیج و همون آدرسی که میگه پوش هست به اسم سنتر استارت منو، اونو برید کپی کنید، یعنی باید کپی کنید و ببریدش توی درایو سی پیستش کنید. بچه بازش میکنمش یه چیز میبینیم به اسم امتی اوبن. حالا کارمون تمومه. اینه با استارت یاسه ایباوتو بزنید یا اینو از آن دیسیبل آفش. دوستان اگرم خواستید دور تسکبارتون گرد بشه باش اینجا بزنید اولین آپشن رو بزنید، باش هم این آپشن رو فعال کنید و باش هم ادوانسر رو بزنید و یه ذره بیاید پایین تر و اینجا میتونید حالا گردش کنید. من نمیخوام گرد باشه، اما پیشفرض گفتم تو ویندوز 11 ما گرد نیست. چرا من گفتم آپدیتاشو غیر فعال کنید؟ چون اگه آپدیت چه دوباره میخواد، دوباره میگه پول میخوام، این میخوام، دوباره مجبور برید از صاف نبودش دانلود کنید. حالا منم کرکر نذاشتم تو پوش، نسخه کرک شده رو گذاشتم که که مثلا آب چی بگم، حالا برش. حالا یه پوشی می‌بینیم به اسم BSUR، این یکی هم بازش می‌کنم و برش می‌ریم تا ویندوز سنتر می‌زنیم، برش اول موشن می‌زنیم، همش رو کپی می‌کنیم، برش می‌ریم تو درایوسی، گفتم تو این یکی کپی کنید، ویندوز بیاید پایین، ریسورسز، تیمز و اینجا پیستش کنید. حالا دوستان تو پوش سنتر استارت منو استارت راست کلیک سنت تو، یه لحظه دوستان من باید چک کنم ببینم اسپیکر میکروفونم فعال. برش اینجا راست کلیک و سنت تو و دسکتاپ. حالا اینجا من آیکونش از قبل هم بسیارم، برش راست کلیک کنید و پروپرتیز، برش چینج آیکون، براوز و هم آدرس رو بزنید اسمال اور تدن. حالا لولمون دیگه داره آخری لول، یعنی ما دیگه خیلی هاشو رفتیم. بایستا نه یه لحظه، خیلی هاشو رفتیم یا نه؟ خب بچ بیاید اول نیو اکسپلوررم نه اسمش کنید، بچ بیاید اینجا اول نیو اکسپلورر CFG رو بزنید. این آپشنه که من خاموش روشن کردم فعالش کنید، دوتای آخری رو بزن خاموش غیر فعال کنید و این سال و کلوز بک دیگه چیزی نموند، 100% خط رو رفتید دوستان. حالا آخرین مرحله است، تسک بار رتون موندن و آیکون استارت قبلی موندن و غیبش کردیم ها. بش بیاید اینجا سرچ رو هیدن کنید، نیوزم تورن آف، تسک ویو و کورتانم آف، یعنی هیچ اینجا نباشید. از لاکت تصویرم خارجش کنید، برشید شوت تول بار رو بزنید، برشم لینکس رو انتخاب. یه لحظه حالا اینجا یه خطی میبینیم، از این ور میکشیمش تا ته تا جایی که میتونم، دوباره این خط هم میکشیمش تا این وسط. دوستان حالا نکته مهم، این استارت شورتکات رو پینشونه تو تصویر اما میاد ته، دوباره بکشیدش به این سمت. حالا بیاد شو تکست و شو تایتل رو بردارید، دوباره واسه اینکه به هم نخوره دوباره تصویر رو لاک کنید و تمام بفرماش. البته دوستان یه لحظه دوستان
اول کاری باید با من اول کاری بهتون نگفتم دوستان، باید تو همون جایی که بودیم اولترا یو ایکس تمپرچر رو اول کار نصبش میکردید دوستان. و دوستان خداحافظ. راستی لایک و فالو یاد نره، حتما لایک و فالو کن. چند دقیقه شد راستی؟ الان 10 دقیقه، خیلی تند. 10 دقیقه و البته الان 11 شب. بای. البته نباید بای بکنم تو کات.